این را میخوام این اشاره کنم عزیزان من 12 ربیع الاول، حالا با این همه اوصاف که من ذره شمه قطره من بیان کردم، الله به عمر پیامبر قسم یاد میکنه. پیامبر با این همه اوصاف یک روز باید تجلیل گرفته بشه، یک روز. به این که به نفس روز 12 بیاییم محفل بگیریم، این کار دشمنان اسلام هست. این کار دشمنانه. مثل چی؟ یک روزی ساختن به نام روز مادر، روزی ساختن به نام روز دختر، روزی ساختن به نام روز عاشقا، یک روزی ساختن به نام بالاخره روز فلان و فلان و فلان و فلان، و تحت این روزها یک روزم روز میلاد. یک روز 700 سال پیش دستها کار شد. به این طریق میخوان امت از این رحمت للعالمین جدا کنن. پس یک روز مشخص تحت نام میلاد بدعت جایز نیست. پیامبری که الله اکثر این آیات را در شأن از او نازل میکنه، کلام حمید و مجید را برایش نازل میکنه، حبیب خود را از زمین به آسمان دعوت میکنه، به جای میرسه که جبرئیل به اونجا رسیده نمیتوانه، یک روز به نام پیامبر آیا کفایت میکنه؟ پس به این است عزیزان من، مشخص به روز 12 در هیچ جای دین نیامده. ها تجلیل میکنی از پیامبر در این ماه، در ماه دیگر، ماهای دیگر، در کل عمر خود را ملبس به سنت رسول الله بگردان، تجلیل از رسول الله هست. طعام برای فقرا و مستضعفین بدی، تجلیل از رسول الله هست. اگر محفل و مجلسی هم برگزار شد که در آن سیرت رسول الله بود، شمائل رسول الله بود، وصف رسول الله بود، بحث قرآن و سنت رسول الله بود، علما میفرمایند این محفل مستحبه، مستحسنه، کار نیکویه، اما فرض و واجب و سنت نیست. اما به این که ما فقط و فقط 12 ربیع الاول اگر ما سر به گریبان بگذاریم، امی هست که تعزیه درست نیست دیگه. تعزیه درست نیست. باید فردا خون گریه کرد. خون. رسول صلی الله علیه و سلم از دنیا رفتن، رسول صلی الله علیه و سلم از دنیا تشریف بردن، دروازه وحی قطع شد. اما این که دین اسلام این را نمیپذیره، چون سیدنا ابوبکر و عمر و عثمان و علی این کار را نکردن. پس ما هم وقتی بخوایم محفل بگیریم، مجلس بگیریم، اگر از سنت رسول الله، سیرت رسول الله، شمائل رسول الله بود، مستحب مستحسنه. به خاطر میلاد اگر ساز بود، رقص بود، پایکوبی بود، مزخرفات بود، بدعات بود، رد. الان در خیلی از کشورها تحت نام میلاد زن میرقصانند. در خیلی از کشورها، به کشورهای بالاخره غیر اسلامی، یک عده از انسانهای مزخرف تحت نام میلاد شروع میکنن به رقصاندن بالاخره زن و رقص و موسیقی و پایکوبی و اشعار نارنبار. نگاه کنیم به وصف رسول الله صلی الله علیه و سلم. این کار حرامه، جایز نیست. پس به اینه که ما بفهمیم و بدانیم که این ماهیه که رسول صلی الله علیه و سلم به دنیا آمدن در 12 ربیع الاول. بالاتفاق جمهور علما به این نظرن که رسول الله از دنیا تشریف بردن. نباید یک روز را اختصاص بدیم. ماه ربیع الاول، ماه ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، کل ماها ماهی است که ما از رسول الله تجلیل کنیم. ماهیه که ما هر لحظه به سنت رسول الله آماده شیم.